امی طالبا بدتر از اسرائیل هستند. امی طالبای افغانستان کمیل هستند. دمی 20 سال ما را چقدر کشته؟ شما بیاین از امروزی که اسرائیل تأسیس شده حساب کنین، کلش در گوگل اینترنت است که چقدر فلسطینیا کشته ده. یک کس خاص بگیره و میره چی کنه که 1 میلیون فلسطینی کشته شده تا باله. ما افغانا را تا بالی نمیا به میلیون ها نفر کشته. امیال دمی پاکستان ذلت افغانای ما را ببین از دست کی است؟ از دست طالب است. در ایران ببین از دست کی است؟ از دست طالب است. در اروپا افغانای ما را ببین اگر کسی مثلا در اینجا تکلیف عصبی پیدا میکنه یا هر مشکلی که پیدا میکنه از دست کی است؟ از دست طالب است. در وطن ما بیادر یک شفاخانه نداریم. از یک طرف پاکستان ذلیل کردیم یا دیگر طرف برین دروازه ترخم هم یعنی هزاران نفر شدن که نیت دارن که او طرف برن. فخرای ما شما رو ببینید اسلام آباد که ویدیوهایش بیادر بیرون بشه که چیز میزنن صدا میکنن، نصف شب به خانهشان بیادر رویشان پوشانده طرف خانه مردم میره، در خانه مردم حمله میکنه و مردایشان هم میکشه و زندان میندازه. باز میگه بیادر تمام مومنان مسلمانان برادر هستن. هیچ نیست، دروغ است. کی میگه برادر است؟ کدام پاکستانی صدا بلند کرده؟ میاله بگه مولانا فضل الرحمن صدا بلند کرده یا مولانا طارق جمیلش صدا بلند کرده یا میال یعنی صدر اعظمش که هست چی نام داره کاکر تخلص است نامش یادم رفت. همین بدبختی که میال یک منافق رذیل هستن. خب بدر در موج سرافغانای ما چی حال